به نام خدا. دوستای عزیز، امروز اولین روز ماه مبارک رمضان است که ماه مبارک رمضان ماه بخشش، ماه توبه هست. دوستان عزیز، بیایین که در این ماه مبارک رمضان دست خیر داشته باشیم و کمک به نیازمندا بکنیم. و ما شاید براتون سوال شده باشه که من چطور داشپزخانه هستم. دوستای عزیز، امروز ببینیم که هر چیزی را که میتونم آماده بکنم با دوستایی که در بیرون کراچی دارن، در بیرون کار میکنن، در هوای سرد میخوایم براشون افطاریشان جور بکنم. و دوستای عزیز، ما پلان داریم که از امروز تا آخرین روز ماه مبارک رمضان، یعنی 30 روز کامل، ما افطاری جور بکنیم برای دوستا و عزیزایی که در بیرون کار میکنن، کراچی دارن، دستفروش هستن، در سرک کار میکنن، هر جایی که هستن. خلاصه ما میخوایم که بر از اونا یک افطاری آماده بکنیم. خب دوستان عزیز، امروز میخوایم یک قابلی آماده بکنیم که ما کمش هم میفهم و کمش هم میخوایم از اینترنت ببینیم که چطوری آماده میشه و آماده بکنیم. نزدیک افطار است، تقریبا 2 ساعت 3 ساعت دیگه به افطار مونده. برای دوستا توضیح بکنیم. خب دوستان عزیز، اینا را نوبت از این است که تا که گوشت ما نرم میکنه خدا، ما چیز بکنیم، یک مقدار خلالش را چیز بکنیم، سرخ بکنیم ده اینجا. خب دوستان عزیز، وقتی که دیدیم این خود یک ذره نرم کرد، با سر از این کشمش هم بندازیم که کشمش زودتر نسبت به این نرم میشه. دوستان عزیز، کشمش دو مانده بودیم که کشمش خود یک ذره نرم کنه. اینا رو اول کشمش هم میگیریم و وقتش هست که کشمش هم بندازیم بین زردک. دوستان عزیز، ما آشپز نیستم، فقط میخوایم که در ثواب شریک شم. خب دیگه اگر چیزی دیدین که از پیش ما ماند، دیگه باز در کامنتار چیزی نگوین خواهشم. من دستم یک او بگیرم، نمیفهم سرش نیمه بسته کرده بودم، چی یک رقم صدا داد، ترسیدم، عاجل سر از او زیرش گل کردم. فکر میکنم هم شده نظر به ای که بخار گرفته، با اگر یک ذره نشده بود میشه که در بین از این. خب حالا ما خلال زردک با کشمش داغ میکنیم. وقتی که خوب شد، داغ شد و سرخ شد، یه چیزش میکنیم، گوشت هم بکشیم، مندازیم سرش. باز بعد از او دیگه باز میگم براتون چی میکنیم. خب حالا باش ببینیم که گوشت ما در کدام مرحله رسیده. باش ببینیم که نرم شده یا نه. یک مقدار نرم شده. خب دوستان عزیز، حالا مرحله ای هست که باید ما این گوشت اضافه کنیم بالای این خلال زردک. دوستان عزیز، دیگه چیز نیافتم، دیگه دمیار گرفتم دیگه. خب حالا نوبت از این است که ما این را خالی کنیم در سر خلال زردک. دیگه من نمیفهمم چقدر بندازیم، باش که خدا کنه که زیاد نندازم. آبا 3 تا یا 4 تا برو یک ذره دیگه، بخاطر خوشبوش میسازه. خوشیره
چیز کنیم به هم بزنیم که خوب سعی قطع شد با هم دیگه. سرپوش میمونیم که جوش به ما میریم چیزش جور میکنیم. یک ذره سالاد برای جور میکنیم. باز دوباره میایم تا وقتی جوش میکنیم. بادرنگ بینی ساویه من اینطوری خوش دارم ریزه کنم ولی نمیفهم که خوششان میه یا نمیه. دوستازی مادرها کاشپزی میکنن اینطور میکنن کلش چیز میشه این طرف و طرف میره. من نمیفهم که من چرا نمیتونم. ریخت است پیشم اینا رو مادرم سر صداش میبره. باز ریخت است پیشم. خب دوستان عزیز فکر کنم که چیز خوبی آماده شد دیگه. نزدیک افطار است بکشم بخیر که ببریم بیرون. خب دوستان عزیز مردار عزیز تو بیا یک نزدیک بیا این شما تسته کن میتونیم کم کم آشپزی کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. Lolo, اینجا که بگی بیادر جا نمیره بگی روزتان قبول